سلام، امروز در خدمت دکتر هومان کاظمی هستیم، متخصص قلب و عروق. سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید. سلام به شما و بینندگان محترم. امیدوارم که هر جا هستن سلامتشان باشن. در خدمتتون هستم. امروز می‌خوایم در رابطه با علت‌های نارسایی قلب صحبت کنیم که اصلا چه علتی باعث به وجود اومدن نارسایی قلبی میشه. من قبل از شروع این پاسخ به این سوالتون یه ترمی رو کلا یعنی اصطلاح نارسایی قلبی خود تشریح کنم. نارسایی قلبی در حقیقت همه شاید فکر میکنن که کارکرد قلب حتما باید بیاد پایین. نه، ما در طبقه بندی نارسایی قلبی در حقیقت دو نوع نارسایی قلبی داریم. یکیش در حقیقت کاهش کارکرد قلب، همون در حقیقت EF حالا تخصصیش که در یه فرد نرمال 55-60% توی افرادی که خب بالاخره این افت میکنه 50-45-40-35-30 اینجوری همینجوری افت میکنه. خب این کارکرد قلب که افت میکنه نارسایی شکل میگیره. ولی یک نارسایی دیگه هم داریم، نارسایی دیاستولیک یا در حقیقت نارسایی که زمانی که در حقیقت قلب انبساط داره پیدا میکنه ایجاد میشه که کاهش در حقیقت توانایی پذیرش خون توسط قلبه که بسیار مهمه. متاسفانه ولی کمتر بهش توجه میشه و در حقیقت کارکرد قلب هم کاملا نرماله، ولی اینا مرگ‌آوریشون در حقیقت در حد همون نارسایی سیستولیک یا کاهش کارکرد قلب هست که باید در حقیقت این خیلی در حقیقت یک کار تخصصی توسط پزشک تشخیص داده میشه و درمان میشه و این خب خیلی نکته مهم بود که خدمتتون عرض کنم. ولی در باره اینی که چه عللی باعث نارسایی قلب میشن، شایع‌ترین علتایی که باعث نارسایی قلب میشن که در حقیقت تشخیص به موقع و درمان در سطوح مختلف از پیشگیری اولیه و ثانویه و بعدش میتونه بسیار نقش مهمی در کاهش میزان شیوع نارسایی قلب توی جامعه و فرد داشته باشه. بیماری‌های عروق کورونر قلب هستن، فشار خون هستن و بیماری‌های مادرزادی قلب، بیماری‌های دریچه‌ای قلب، بیماری‌های ریوی که طول کشیده هست، خیلی از بیماری‌های سیستمیک، شاید بیماری‌های خونی، بیماری‌های مثل روماتیسمی، اینا که طول کشیده است به خاطر التهابی که تو بدن ایجاد میکنن باعث نارسایی قلبی میشن. حتما باید تحت نظر پزشک قلب هم باشن، ویزیت قلب داشته باشن که خب این توسط همکاران دیگه ما شکل میگیره و خب قطعا به موقع تشخیص داده میشن و این مشکل توشون ایجاد نمیشه و خب درمان هم دارن و این خیلی باز سوال قشنگ و به جاییه که نارسایی قلب چیکار باید کنیم. نارسایی قلب چه تو بحث درمان دارویی، چه بحث توی رژیم و چه بحثی فراتر از اون درمان، شایع‌ترین چیزی که من دوست دارم به مردم عزیزمون بگم اینه که خب اگر واقعا نارسایی قلبی رو به موقع تشخیص داده بشیم، اصلی ترین درمانش علت نارسایی قلبی هست. خب مثلا طرف تنگی عروق کورونر داره، طرف آریتمی داره، طرف بیماری‌های ریوی طول کشیده، رومات، اینا رو باید خب درمان که میشن خب نارسایی قلبی اگه به موقع باشه برمیگرده تا حدود زیادی و خب فردو از خطرات جدی نارسایی قلبی که متاسفانه باید بگم مرگ و میر نارسایی قلب از سرطان‌ها بیشتره، چیزی که بهش توجه نمیشه. یعنی فکر میکنن نارسایی قلبی خود یه چیزی که سالیان سال طرف فرصت داره. به طور کلی میزان مرگ و میر نارسایی قلبی از خیلی از سرطان‌هایی که وجود داره بیشتره. بنابراین تشخیص به موقعش واقعا حیاتی و علت اونو که وقتی درمان کنیم کمک شایانی به بیمار کردیم و درمان‌های دارویی هست، داروهای بسیار خوبی اومدن طول عمر اینا رو افزایش میدن و تا اینکه حالا باتری‌های مختلف و کارهای مختلفی که میشه برای اینا انجام داد. خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. ممنون از شما که تا پایان ویدیو همراه ما بودین. خدا نگهدار. خوش به سلامت باشید.